مدت که نبودم امروز اومدم که بگم چرا نبودم و کارهایی که این مدت انجام میدادم و نشون بدم بهتون. اینو حواستون بگه که رفته بودم کارهای فارغ التحصیلی دانشگاه انجام بدم. این 4 سال یه طرف، این فارغ التحصیلی یه طرف. 2-3 هفته به خاطر یه امضا مثلا من گیر بودم که هنوز اول کاره. روزای اول دوم که تقریبا هیچی نشد. یه روزم مجبور شدم سر کلاس عمومی که کل کارشناس نمی‌نشستم سر کلاساشون بشینم برای یه برگه. و یه روزم قرار داشتم 2 جا می‌خواستم ناخنامو درست کنم، اونو که اصلا نصف ول کردم، حالا نشونتون میدم. و بعدش هم که قرار داشتم بیرون با خانواده، اونم رفتیم ولی خیلی دیر رسیدم با اعصاب خوردی و اینا، چون هم ناخنمو نصف ول کرده بودم. دانشگاه خیلی نگه هم داشتن این استاده، تا کلی من نگه داشت. اینجا میبینید که چیزایی که خوردیم. گربه نانازی هم اونجا بود. گربه‌های خیلی نانازی بودن و این ولی کوچولو خیلی زیر پاهم این ور اون ور میرفت و همه چی هم میخورد، خصوص نون. و اینکه خوب بود، ولی خب اولش خیلی با اعصاب خوردی رفتم. تازه لباسم هم عوض نکرده بودم، با همون لباس رفته بودم که ناخنامو درست کنم، نصف ول کردم. باز با همون نصف ول کرده رفتم که پیش خانواده باشم. اینم ناخنی که نصف ول کردم میبینید. ولی خب بعدش فرداش رفتم درستش کردم، این شد، باز خیلی بهتر شد. باز دوباره رفتم دانشگاه. فقط اول صبح شاید یا آخرش که میخواستم بیام میتونستم فیلم بگیرم یا عکسی یه چیزی کلا ثبت کنم، چون واقعا درگیر بودم. خیلی موقع یادم رفت چیزی ثبت کنم، خیلی اذیت کننده بود. اینجا ناخونه هنوز خراب میبینید، درست نکرده بودم قبل از درست کردن. یعنی یه روز گفتم که با دوستم اول بریم صبحانه بخوریم، بعد بریم دانشگاه که یکم انرژی بگیرم. این من بودم. اینم صبحانه‌ای که خوردیم. البته قبلش چون یکم چیز خورده بودم زیاد سنگینم نزدیم، خیلی سبک پیش رفتیم. باز دانشگاه و تقریبا اون روزم هیچی نشد، ولی یکم کارمو جلو بردم که آخر هفتم شده بود و واقعا هم خسته شده بودم روزای آخر. و پنجشنبه جمعه میشد، رفتیم که کمی استراحت کنیم. کم بیرون رفتنم بیشتر شد. بستنی میبینید خوردم. کم رفتم پیاده روی، یکم رفتم دوچرخه سواری تو شب. خیلی شلوغم بود و خب البته پشیمونم شدم چون خیلی شلوغ بود. واقعا اون روز که من رفتم تا حالا اینقدر شلوغ ندیده بودمش. من معمولا صبح میرفتم همیشه که نمیرم، ولی خب بازم بد نبود. جمعای خانوادگی بازی هم انجام دادم، یکم سعی کردم به کارام برسم که خیلی عقب مونده داشتم تو این هفته. همش دانشگاه بود و دانشگاه هیچی نشد. و باز فرداش که اول هفته شد باز رفتم دانشگاه، ولی این سری دیگه تو 1-2 روز کارم انجام شد. کار که انجام نشد، یه چیزایی رو جلو بردم و تاییدیه‌های اولیه رو گرفتم. یه چیزایی رو هم گفتن که باید 2-3 هفته بعد بیای. کمی خوشحال از اینکه کارمو انجام دادم برگشتم خونه. الان اینجا یادم خیلی خوشحال رو میبینید، واقعا خوشحال بودم، خیلی خسته شدم. یه تولد داشتم که میخواستم سورپرایز کنم. صبح شدم رفتم کیک گرفتم آخر شب که سورپرایزش کنم و بعدشم یه تولد، یه سورپرایز دیگه هم داشتیم که متولد رو سورپرایز کردن. حالا یه عکسایی از بیرون رفتنم باز میبینیم و حالا خیلی هم چیزی ثبت نکردم، ولی همینایی که ثبت کردم از تولد متولد و بیرون رفتنهای خودم. حتی من بیرونم که رفتم همین 1-2 شب پیشا میخواستم فیلم بگیرم و توش صحبت کنم، ولی دیدم واقعا موقعیت خوبی نیست، چون جای عمومی واقعا نمیشه اونطوری که باید حرف زد. شاید حالا بقیه بتونن و اینا، ولی من نتونستم دیگه. حالا یه کمی فیلمم گذاشتم، سعی کردم که این طرف اون طرف نگاه کردم، من نمیشه، خانواده هم نشسته، جوان نشسته، پیر نشسته اینا و خب نشد.
قشنگ آروم فیلمو بستم، گذاشتم کنار و پیتزامو خوردم. واقعی خیلی هم خوشمزه نبود. اینم منم. خلاصه از 2 هفته که نبودم بودش و تموم. الان که آخر ویدیوه مادم که الان بخورم. تو این هوا هنوز یکم این هواش خوبه، میشه بیرون نشست و که آره من معمولا سبزیجات با پروتئین اینا میخورم. بای بای. مرسی از نگاهتون. شاید اونی که واقعا میخواستم نبود، یه سری عکس و فیلم بودش که خیلی هم کوتاه همه چیو توضیح دادم، سریع رد شدم، ولی ممنون میشم لایک کنید، سابسکرایب هم یادتون نره